أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. و بعد، ما در قدم اول از تمام برادران و خواهران مسلمان خود تشکر میکنم که در این محفل پرنور و پربرکت و در این محفل قرآنی تشریف آوردند و در ولیمه یک تن از امتان پیامبر اسلام و همچنان در ولیمه یک تن از دختران مسلمان تشریف آوردید که ما به عوض هر قدم برای شما به نمایندگی از فامیل خود و محترم دکتر صاحب سوما
تشکر میکنم الله در میزان اعمال شما در آخرت، در میزان اعمال شما در جمله اعمال خیر شما محاسبه بنماید. برادران، ما فقط مختصراً در مقدمه این محفل بسیار با عظمت فقط نکات چند را که توصیه یکی از پدران است به دختر خود. ما این توصیه را من حیث یک بار امانت بسیار مختصر توضیح میتم و بعد از این برادر محترم ما محترم واصل زاده صاحب هم که از جمله سخنوران و از جمله چیزفهمان امت ما است و در بین ملت افغانستان خصوصا در دیار هجرت اینا مطرح بودند و به عین ترتیب برای ما برادر محترم خلیج صاحب هم گفتند که بله اونا گفتنی دارند و یا کدام توصیه است که در اونا مکتوبی خدمت شما به عرض خواهند رساند. ما در این رابطه مختصر فقط صحبت‌های یکی از پدران را که برای دختر خود در شب عروسی و در زمانی که عروسی او صورت میگیره این را خدمت محفل و در حضور مردم به عرض میرسانه. شاید نکات ای به درد ما پدرها بخوره و هم مطالب ای به درد کسانی که این مطلب را میشنوند ان شاء الله که استفاده خواهند برد. البته مسئله ازدواج طوری که شما خود الحمدلله افراد خبیر و آگاه هستند، این به اساس دستورات الهی طوری که محترم قاری صاحب قرائت کردند، نورالله جان الله در عمرشان و در روحشان و در نفسشان برکت به اندازه و پروردگار عالم امو قرآنی را که اینا با بسیار تازگی و تراوت تلاوت کردند در روز آخرت شفیع اینا بگردانه و ما را پیروی این کتاب بزرگ بگردانه. خدمت شما به عرض میرسانم که یکی از پدران برای دختر خود در شبی که عروسی می شود اینطور برای او توصیه میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابنتی، دختر من، الیوم تنتقلین الی یدین غریبتین، امشب تو به دو دست بیگانه و ناشناس انتقال میکنی. فی هذه اللیله سیظلک سقف غریب فی بیت رجل غریب، تو در زیر سقف یک خانه که ناآشنا بود برای تو و امرای یک مرد که قبل از ازدواج و قبل از ایجاب و قبول ناآشنا بود، تو امرای او در زیر یک سقف هستی و روانه یک خانه بیگانه و ناشناس می شوی. فی هذه اللیله سأقف فوق سریرک النظیف فی بیتی فأجده خالیا من ثنایا شعرک الاسود الذي يفوح منه عطر الطهارة فوق وسادتك البيضاء. دختر من، امشب من بر سر بالین تو و در اتاق تو می خوابیدی، می روم و جای و بستری تو را خالی پیدا می کنم و تو درون آن نیستی و در حالی که از این بستر تو عطر طهارت به مشام ما می آید که تو یک دختر با طهارت بودی و با دیدن بستر تو و با دیدن بالش تو، به اصطلاح بستری خواب تو، به مشام ما بوی عطر طهارت تو بلند می شود و من با دیدن این حالت به صفت یک پدر احساس می کنم که تو واقعا یک دختر با عفت و پاک دامن بودی. و قد تنها من الدموع من عینی لأول مرة فی حیاتی.
در حیات من برای اولین بار اشک از چشمان من جاری می شود. فالیوم یغیب عن عینی وجه ابنتی، و برای اولین بار صورت و شکل دختر من از من غایب می شود. لیشرق فی بیت الرجل الغریب، تا این آفتاب و این نور در خانه فردی که نمی شناخت و یا نمی شناختیم، این نور در آنجا نور افشانی میکنه. الذی لا اعرفه حق المعرفه، کسی را که من به حقیقت از آینده او خبر ندارم، خیره و شره، نه خیرش را و نه شرش را، علم غیب در نزد الله است. اليوم ينتقل شعوري وتنتقل احاسيسي الى اهل امك یوم سلمونی ابنتهم، و امروز شعور ما و احساس ما به فامیل مادر تو ای دختر ما انتقال میکنه. آن روزی که دخترشان را به من تسلیم کردند و من با مادر تو ازدواج میکردم، آن روزی که این دخترشان را به من تسلیم میکرد و هم یذرفون الدموع، و ایشان اشکهای میریختند. كنت اظنها دموع الفرح او دموع تقالید اهل العرس، اهل العروس. شاید من فکر میکردم که در آن زمانی که ازدواج کرد با من و پدر مادر تو گریان میکرد، من احساس میکردم، شاید فکر میکردم که این اشکهای تقلید فامیل عروس است که از شادی و از فرحت اشک میریزه. ولم اعرف الا اليوم ان ما كان ينتابهم هو نفس ما ينتابني الان. اما اکنون میدانم آن اشکی که فامیل مادری تو میریختند، امروز من پدر میدانم که آن نه از فرحت و شادی که دخترشان از این خانه بیرون میشود، بلکه همان چیزی است که من احساس میکنم، همان چیزی که از درون و از باطن من سرایت میکنه. از فامیل مادر تو من میدانستم که فامیلش همین اشکار میریختند. و ان انقباض قلبی فی هذه اللحظه و انا اسلمک الى رجل غریب کان یداهمهم ایضا. و امی گرفتگی و حالت قلبی ما میدانم که حالت فامیل تو را، فامیل یعنی مادر تو را فرا گرفته بود. صدقینی یا بنیتی، ای دخترک من حرفای مرا قبول کن و تصدیق نما. انه لو کان لی یوم تزوجت امک شعور الاب، بدان اگر در آن روزی که من با مادرت ازدواج می کردم، من شعور و احساس یک پدر را می داشتم که در آن زمان نداشتم. اگر این شعور یک پدر را می داشتم که مثل که آل تو دختر از من بیرون می روی، لافنیت عمری فی اسعادها، بدون شک من عمرم را در خوشبختی مادرت صرف می کردم. کما احب ان یفنی زوجک عمره فی سبیل اسعادک، همان طوری که من امید دارم که شوهر تو عمرش را در راه خوشبختی و پاکدامنی و سعادت تو به مصرف برسانه. ابنتی، دختر من، فی هذه اللحظه اندم علی کل لحظه مزت، من در این لحظه، دختر من، در هر لحظه‌ای که من گذشتانده ام و ضایقت امک فیها، و در آن مادر تو را من فشار داده ام و یا جور و بیوفایی کرده باشم، من هر لحظه آن عمر گذشته را ندامت میکشم. الیوم اجاوز الحاضر و اجابه المستقبل و اتمثل که واقفتا امامی تقولین. من امروز از گذشته ها میگذرم و آینده ها را در نظر دارم. من برایش تو
چیزهایی را که میخوایم بگویم که همان است: زوجی یضایقنی یا ابی فماذا افعل. آن لحظاتی که خواهی گفت شوهرم بر من فشار می آورد، پدر من، تو برای من چی میگویی؟ اسأل الله الا ینتقم منی بک. از الله مسئلت می نمایم که به خاطر تقصیر و کوتاهی های من که در برابر مادر تو انجام دادم، الله انتقام مرا از تو دختر من نگیرد. والله غفور رحیم. و الله غفور رحیم است. و الان دعینی ادعو امام عینیک الحلوتین. بگذار و به من اجازه بده دخترم که در برابر دو چشمان نازنین و شیرین تو کلمات را خدمتت تقدیم نمایم. و الرجل یا صغیرتی، ای کوچک و ای دوست داشتنی من. یک مرد یحب الامجاد، مجد و عظمت و بزرگمنشی را دوست داره که همیشه مجد و با عظمت باشه، با مجد و با عظمت. و یتظاهر بالثراء و النجاح، همیشه به کامیابی ها و به نام نیک افتخار میکنه. حتی لم یکن ثریا قط، اگرچه شایسته نباشه ولی دوست داره مردا که با افتخار و سربلند باشه. ایره برای دختر خود میگه. فلا تحتمی فیه هذه المظاهر، کوشش کن که این احساس مجد و بزرگ منشی شوهر را در هم نکوبی. بل وجهیها بحکمتک و لطفک و حسن تصرفک، بسیار با حوصله‌مندی و با اخلاق پسندیده و با لطف و حکمت این مطالب را در برابر شوهر معالجه و مداوا بکن. و الرجل یا فلذت کبدی، ای جگرگوشه من، یک مرد یفاخر دائما بان زوجته تحبه، همیشه یک انسان و یک مرد افتخار میکنه که خانمش او را دوست داشته باشه، یعنی خانم او را دوست داشته باشه. فحرسی علی اظهار حبک امام اهله بصفت خاصه، کوشش کن و بکش دختر من که در برابر چشمان فامیل شوهرت او را دوست بداری و این بر فامیلش اثر میگذاره و تاثیر میکنه. و الرجل یا قرة عینی، ای نور دید چشمان من. یک مرد افتخار میکنه در برابر فامیل خود، قد انتقى زوجة تحبهم و تکرمهم. یک خانم داره که فامیل شوهر خود را دوست داره و اونا را احترام میگذاره. فکرمی اهل زوجک، تو خانواده و فامیل شوهرت را دوست بدار. و استقبلیهم احسن استقبال، به بهترین شکل اونا را استقبال کن. و بعد یا بنیتی، و بعد ای دخترک من، اذا صار زوجک فاحتزنی ثورته بهدوء، اگر بر تو خشم گرفت شوهرت، با خونسردی او را جواب بده. و اذا اخطأ داوی خطاه بالصبر، اگر اشتباه کرد با صبرت خطا و اشتباه او را مداوا کن. و اذا ضاقت به الایام فلیتسع صدرک لتسع فیه علی النحوس، اگر روزگاران بر وی سخت گرفت، شرایط روزگار بر شوهرت سخت گرفت، تو با سعه صدر و با حوصله فراخ تو تمام زندگی سخت و پر تنگنای او را تو در یک گشایش و فراخی مبدل بگردان. ولا تنسی یا عمری، ای عمر پدر و ای جان پدر، فراموش نکن. انک اکلیل لزوجک، تو یک دسته گل و اکلیل هستی برای شوهرت. بیدک ان یکون مرصعا بالدر والیاقوت علی هامته، ای به دستان زیبای تو دختر ما ارتباط داره
که اکلیل عزت را که دانه های مروارید و یاقوت در آن به اصطلاح در کشیده، ایره به گردن شوهرت بیندازی. او ان یکون من الشوک یدما رأسه و رأس ابیک، یا ای که تو یک خار خواهی بود که سر پدر و سر شوهر را خونالود خواهی کرد. ان لم تحافظی علی شرفک له دون سواه، اگر شرف و پاکدامنیت را بغیر از شوهرت ایره محافظت نکنی، پس سر پدر و سر شوهر را خونالود کردی. بناهن به شرف و عزتت متوجه باش. بنیتی، دخترک من، کونی له ارضا مطیعتا یکن لک سماء، تو برای شوهرت زمین هموار باش و زمین تابعدار و مطیع باش و شوهرت برای تو آسمان محافظت و شرف می شود. و کونی له مهادا یکن لک عمادا، تو برای وی یک ستون باش، مهد و گهواره باش و بستر عزت باش و آرامش. شوهرت برای تو ستون قوت و ستون حمایت می شود. واحفظی سمعه و عینه فلا یشم منک الا طیبا، و چشمان و گوشهای شوهرت متوجه باش، در هر حالتی از تو چیزهای طیب و پاکیزه و پرعطر و چیزهای خوشبویی را به مشامش برسه. ولا یسمع منک الا حسنا، باید غیر از زیبایی چیز دیگه از تو نشنوه. ولا ینظر الا جمیلا، باید نگاه نکنه مگر چیزی که جمیل و زیبا است. و کونی کما نظم شاعر لزوجته، همان طوری که یک شاعر برای خانم خود میگه همونطور برش باش. خذی من العفو تستدیمی مودتی، عفو را از جانب ما اختیار کو، دائما تو در محبت ادامه میتی و محبت ما ادامه میکنه اگر عفو گذشت باشه. ولا تنتقی فی صورتی حین اغضب، زمانی که من خشمالود میشم تو انتقام نگی و خاموش باش و عفو گذشت را اختیار کن. ولا تکثری شکوا فتذهب بالهوى، تو بسیار شکوا نکن که انسان را امو محبت را از بین میبره. فیأباک قلبی والقلوب تقلبه، قلب ما از تو باز ابا میورزه و قلب ها منقلب میشوه. پیامبر علیه السلام دعا میکردمش یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، و آیه قرآن است و ان الله یحول بین المرء و قلبه. بنابراین در امی وصیت هایی که یک پدر برای یک دختر میکنه من به می اکتفا میکنم و حقیقت امر ای است، افتخار یک پدر ای است که دختری را با پاکدامنی تربیت میکنه و دختری را به نام نیک در راه خانه بختش روان میکنه و با جرأت میتونه بگویه که ما بر اولاد خود و بر عزت خود افتخار داریم که به اساس حکم اسلام در سخت‌ترین شرایط زندگی خود و شرف و عزت خود را محافظت میکنه. و ما در این محفل هم لله الحمد که برادرایی را داریم که شاید ما خودم طرفداری نیستم که در او محفل عروسی اقلا یک دفع نباشه، یک سر و صدایی نباشه، و من خودم شخصا این آرزو دارم که باید یک چیزی باشه. و ما در شرایط زندگی میکنیم که اسلام بدیل هر کار ناروا را به شکل درستش برای ما داده، اما ما اینطور هم نمیتونیم که ما تمام چیزهای حتی مباحات هم بر خود حرام کنیم به نام ای که ما نظام یا عروسی اسلامی میگیریم. همین عروسی اسلامی است که ما به اسلام عمل میکنیم. عمل کردن به اسلام عروسی اسلامی است. بناهن ما خوش بودم که خواهرای ما الحمدلله اقلا که زیادتر شوق علاقمندی به این مسائل داره، یک سر و صدای را ما شنیدم لله الحمد و به شکل معقول و مشروعش. نمیگم که ما باید قیودات و چوکات را بشکنانیم، ولی لله الحمد که ما
امروز شاهد یک محفلی هستیم که آغازی و هم به نام الله شده، ایجاب و قبولشم و تمام مسائلش رم. ما بار دیگر شما تشکر میکنم. با می کلمات مختصر اکتفا میکنم. اقول قول هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.